زمان حضرت موسی علیه السلام این پیامبری که عنوان کلیم الله داشتند بالای کوه طور بسیار با یک غرور می رفتند، اما مادر در خانه دعا میکرد: پروردگارا، فرزند من را که به این مقام رسانیده ای شاید به دربار تو بی‌ادب باشد، او را ببخش. روزی از جانب الله ذوالجلال پیام آمد که ای موسی من، ای کلیم من، این غروری تو تا زمان مادرت است. روزی مادر از سر رفت. حضرت موسی کلیم الله بالای کوه طور شد، یک آهی کشید. از جانب الله ذوالجلال پیام آمد: ای موسی با ادب باش که اون مادری که در حق تو دعا میکرد دیگر بالای زمین نیست. دوستای مهربان، دوران مادر داشتن و دعای مادر را گرفتن دوران جنتی فرزند است. خوشا به حال نفری که در زندگی دیدار مادر را غنیمت می‌داند، صحبت مادر را غنیمت می‌داند، نگاه مادر را غنیمت می‌داند. برادرای عزیزم، شاید فرزند، شاید همسر به خاطر مال همراه صحبت میکند، اما مادر به خاطر دیدار صحبت میکند. روز مادری برای فرزندش نامه می نویسد: فرزند عزیزم، زمانی میرسد که من را پیر خواهی دید. در زمان پیری هم صبور باش، زیرا لحظه بود که تو خوراک خوردن نمیتونستی. من تو را غذا میدادم، خوراک میدادم، طعام را سفته میکردم، در دهانت میگذاشتم، لباسهایت افلاس میشد، اما من پاک میکردم لباس تو را و به سرت داد نمیزدم. فرزند عزیزم، زمانی بود که راه رفتن نمیتونستی، من دستی تو را میگرفتم، راه میبردم، اما در زمان راه رفتنت با خودت شادی میکردی. مبادا لحظه بیاید و من را پیر در بیابی، از گرفتن دستم و راه بردنم شرم مدار. فرزند عزیزم، تو جوان هستی و در آرزوی در زندگی در جوانیت آرزو داری که بر هر مقام برسی، اما من پیر شدم، دیگر آرزوی ندارم و جز یک آرزو. فرزند عزیزم، من در زمان طفلیت با تو بودم، آرزویم همین است، در زمان مرگ با من باش. خوشا به حال نفری که مادر عزیز در خانه دارد، آب دیده ای مادر قدر میکند، صحبت مادر قدر میکند و مادر نوازش میکند. بزرگی میفرماید: شما بپرد یا در حق ما دعای مادر نشود، در زندگی عمر ما منور نشود. اگر به جوانی عزیز در زندگی دعای مادر نگرفتیم، عزت مادر به جان آوردیم، زندگیت لذت ندارد. 100 سال اگر خدمت مادر بکنی، بر یک شب خدمتش برابر نشد. اگر 100 سال بالای مادر بشینی، صحبت مادر گوش کنی، یک شب رنج مادر را جواب گفتن نمی‌کنی. مولانا در مثنوی یک حکایت می‌آورد که یک مادری بودن، در روزگارش یک فرزند داشت. همین فرزند ناخلف بود. ناخلف همراه دوستان ناخلف نشسته بود، همنشین خوب نداشت. نشده خانه مادر می آمد. مادر با آغوشی کشاده می گفت: بچه جانم، چرا شراب نوشیدی؟ این حرام بود، خدا حرامش گفت.
چرا شراب نوشیدی؟ میگفت مادر دیگر نمی نوشم. مولانا حکایت میکنن بود زالی پاک دین و پارسا، داشت پور با خدا ناآشنا. روز این جوان مست شد، خاندانش آمد. یکی صحبتی مادرش به یادش رسید که مادر وعده کرده بود که دیگر شراب نمیخورم. از یک دوستش مصلحت پرسید، گفت من به مادرم چنین وعده دادم. دوستش گفت میخوای از مادرت خلاص شوی؟ از همین راه یک چوبی را بگیر که پر از خار باشد. و زمان وارد خانه مادر شدی، مادر به پیشوازت آمد، همین چوب بردار در فرق سر مادرت بزن، خلاص میشوی. مولانا حکایت میکنن تا شب از دستی مستی آن پسر، بس بهری کشتن مادر کمر. وارد خانه شد، مادر پیشوازش گرفت، بوی شراب در دماغش رسید. او بچه جانم، نوری چشمم، چرا شراب نوشیدی؟ وعده داده بودی که نمی نوشم. این جوان چوب برداشت در فرق سر مادر زد. چوبکین برداشت و در فرقش نواخت، سخت با مشت و لگت کارش بساخت. چند تانست این نامه مادر لگت کوب کرد. یکی به یادش رسید که مادرش است، یکی به هوش آمد که مادر است. در یک گلیم پیچانید، به خاطری که مردم نگویند که این جوان مادرش آزار داد یا مادرش چنین کرد. از طعنه مردم ترسید، نه از غضب خدا. و برد بالا یک کوهی بلند گذاشت مادره، تا که ساز طعمه درندگان، او به کوه برد او را آنچنان. خداوند مهربان به حضرت موسی علیه السلام پیام روان کرد، ای کلیم من، حال بنده ای من را در گلیم خبر بگیر. موسی کلیم الله دوان شد جانب کوه، زمان گلیم را دریافت. وقتی کشاد دید مادری مویهای سفید از خون رنگی سرخ هستند. یگان اعضای مادر سالم نیست، اما لبهای مادر می جنبند. پیغمبر خدا گفت آخران سخن مادر چی باشد؟ چی می گفته باشد؟ با صدای پست گوش را برد در زیر دهان مادر گذاشت. مادر می گفت ای خطا بخشی کریمی دادگر، از گناهی بچه ای من درگذر. میگو پروردگارا، بچه من اگه گناه شد بگذر. قلبی مادر رو ببین، سینه مادر رو ببین. ما خیلی جوانی بزرگ نبودیم، ما از علی مادر تربیه یافتیم، ما از دعای مادر به مقام ها رسیدیم. برای دوستای مهربان، انسان اگر خدمت مادرش فراموش کند، خدمت پدر فراموش کند، در زندگی ناکام می شود. در زندگی، در مجرای زندگی در بین می ماند، زیرا از دعای مادر غافل است. یک کیسه روزگار است. بسیاری زمان ها ما جوان ها وقتی پدر و مادر به سن پیری رسید، اونها را در یک دهات یا در یک خانه که زادگاه و خانه شان است، در همونجا به حال خودشان میگذاریم. شاید بسیار وقت محبت مال ما را بر سراغشان کم برویم. روز مادر جانبی شوهرش گفت، مرد خاندان گفت مرد، اینقدر فرزند کلام کردیم، مهنت کردیم، چی می شود با فرزندان مصلحت کنیم؟ هر دومان به حج روان کنند. خدا را شکر فرزندان صاحب مالند، آب و روحند، تجارتند. پدر فرزند کلانیش زنگ زد، گفت بچه جانم،
مادر یک آرزو دارد که خانه خدا را حج برود. فرزند کلانی گفت پدر من مال در تجارت ماندم ولی به دستم پول ندارم، از همین دادرم نپرسیدی؟ پدر فرزند دومش زنگ زد. فرزند دوم گفت من مال در بنک ماندم گرفته نمیتونم، چی میشود از دادری خوردی میپرسی؟ وقتی پدر دادری خوردی را زنگ زد، دادری خوردی گفت شما ای پدر همراه مادر پیر شده، قوت عبادت کجا داری؟ بشینی در اون خانه. دیدی پدر بسیار آزرده شد. وقتی نزد مادر آمد، نزد همسرش آمد، گفت مرد با فرزندش صحبت کردی؟ گفت بله صحبت کردم و یک روز را وعده دادن. نگفت که فرزندش سخنی رد گفتن. موسم حج آمد، همه را میبینن با لباس حج، لباس آماده کرده ایستادن برای خانه خدا رفتن. مادر دید که در چهره شوهرش یک خجل، یک ناراحتی است، دیگر از او سوال نکرد. در عشق خانه خدا بیمار شد. چند شبها خواب نمیکرد. روز شوهرش گریخت به نزد طبیب بردش. طبیب گفت که قلب همین مادر بیمار شده است. ای بابا اگر یک طبابت نکنی این مادر از دست میدهید. چند داروی نویست. پدر نزد داروخانه رفت که مبلغش نرسید، با فرزند کلانیش زنگ زد. او بچه جان مادر تو بیمار است، اگر علاج باشه در خریداری داروش یاردم میکنید. گفت پدر من نگفتم که مالم در تجارت. خاموش کرد. فرزند دوم زنگ زد. اون مادرت بیمار است. گفت من مال ما از من گرفته نمیتونم، من از کجا دارو قرض گرفته میتونم. خاموش کرد. فرزند سوم زنگ زد. فرزند سوم گفت که طبیبان همه دروغ میگویند، داروخط چون دروغ است، این مادر شما را آزار میدهد، یگان بیمار نیست. گفت خاموش کرد. از بین 10 روز گذشت. یک نماز شام پدر سراسیمه وار به فرزند کلانی زنگ زد. فرزند کلانی در یک محفل نشسته بود همراه برادراش، یار و دوستا. دید که شماره رقمی پدر است. خاموش کرد. دیون بالا زنگ زد. جانبی برادرش گفت همین پدر ما با مادرم چیزی مجبور کرده، یکی باز زنگ زد ایستاده است. باز خاموش کرد. بار سوم زنگ زد. برداشت. گفت پدر ما در یک محفل همراه برادراییم، این محفل تمام شد ما شما را زنگ میزنیم. گفت بچه جانم